سلام علیکم. بیایید با هم دیگه یه نوشیدنی جدید تست کنیم. اینو توی یخچال دیدم، جدید بود. از اونجایی که من آبی دوست دارم طبیعتا آبی رو برداشتم. نان الکلیک، طبیعتا نان الکلیک، بلو لگون و یه آناناس. این بازش کنیم، تستش کنیم. چقدر گاز داشت، یکم آبکیه. پررنگ ترین طعمش آناناسه. آبیش به خاطر چیه؟ رنگ خوراکی به نظر من امتحان کردنش یه بار میارزه، مخصوصا واسه کسایی که طعم آناناس رو دوست دارن. اما به شخصه هم از لحاظ قیمتی هم از لحاظ طعمی من همون آیسیمانکیا رو ترجیح میدم، چون الان این 150 تومن بود. خب پس تا نوشیدنی بعدی، شاید هم خوردنی بعدی. بای بای.